شرکت Innovated Road Solutions یا IRS روز 15 نوامبر سال 2023 ساعت 14:30 اعلام کرد که چند لحظه پیش در کیلومتر 27 راه دوشنبه خوجند چنوق یک ماشین بارکش برای انتقال گاز پیش بینی شده به صدمه دچار شده است. با نظر داشت اون که خوف ترکیدن اتومبیل مذکور وجود دارد، در موافقت با ساختارهای دخلدار حرکت نقلیات توسط این شورا را موقتا منع کردند. گفته می شود کارمندان این شرکت که مسئولیت نگهبانی شورای دوشنبه خوجند چنوق را در دست دارند تمام کوشش را به خرج داده ایستادند تا از خوف به عمل آمدن ترکش پیشگیری گردد. آیرس گفت برابر برطرف شدن خوف ذکر شده حتما اطلاع خواهیم داد. شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی است که ولایت سوخت در شمال تاجیکستان را با مرکز و دیگر منطقه های این جمهوری می پیوندد. راه دیگر الترناتیوی بین این ولایت از طریق قلمرو ازبکستان بوده خیلی طولانی تر و همچنین دست کم 2 مرتبه عبور از مرز تاجیکستان با ازبکستان را به همراه دارد.